بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یک و یک شما خوبان و عزیزان. امیدوارم همیشه لباس عافیت بر تن و تاج موفقیت بر سر داشته باشین. بسیاری از مؤمنین سوال میکنن که آیا قبل از غسل وضو بگیریم یا بعد از غسل وضو بگیریم. اما مسئله این است که اگر غسل واجب باشد یا غسل مستحبی باشد که استحبابش شرعاً ثابت شده باشد، دیگر نیازی به وضو نیست و غسل از وضو کفایت میکند. مثلا کسی که غسل جنابت میخواهد انجام بدهد یا خانومی که میخواهد غسل حیض یا غسل نفاس یا غسل استحاضه انجام بدهد، این غسل ها از وضو کفایت میکند، دیگر نیازی به وضو نداریم و کسی که غسل را انجام بدهد میتواند با همین غسل نماز بخواند بدون کدام اشکالی. خب و غسل استحبابی که استحبابش شرعاً ثابت شده باشد، مثل غسل روز جمعه و مثل غسل شب‌های قدر، اگر کسی بخواهد این غسل ها را انجام بدهد هم نیازی به وضو نداره و همین غسل ها کفایت از وضو میکند و میشود با این غسل ها نماز بخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله.